میهن، اکنون بر همگان آشکار است که ملت شریف ایران باید از همت و نیروی داخل این سرزمین برای نجات خود بهره گیرد و بنای سرنگونی جمهوری اسلامی را با دستان خود برپا کند. اما از آنجا که این رژیم خوناشام حرکت‌های کوچک و پراکنده را به آسانی مهار می‌کند، مؤثرترین، عملی‌ترین و کم هزینه ترین راه برای براندازی این رژیم ضد میهنی مشارکت همگانی مردم است. زیرا تجربه تاریخ و استدلال‌های رزمی ثابت کرده که خیزش سیل‌آسای ادعا دفاع نظامی ندارد و رژیم را به سرعت از پای در می‌آورد. بدین منظور خود و اطرافیان را برای یک خیزش سراسری در روز 6 مهر ماه 1391 آماده کنید. در این روز رستاخیز رأس ساعت 6 بعد از ظهر همزمان با یکدیگر در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرها گرد هم آمده و زنجیرهای استبداد را با فریاد و دستان خود در هم کوبید. نام میهن چشم راه است، ترس فرزندان گناه است. ای سیاوش ای فریدون، شای یاران در سپاه است. ما به چی افتخار بکنیم؟ دقای ما اون آقای تیمسار روحانی رو میدیم، ما ایشون رو میبینیم میاد میگه ما هستیم. پس کی آخه؟ دست اونم نگیرید، دست کیو؟ ما خانوما رو اقل التماس میکنیم جناب سعد، فقط بگین چه کنیم. دست یک نفر رو بگیریم به ما بگید اینه، ما بلند میشیم، همه حاضریم. ازتون میخوام، التماس بهتون میکنم. همه به پدر مادراشون میگه چرا ما رو به این روز انداختین؟ کی مسئوله؟ شعار ندید دیگه، گذاشته از شعار، مملکت رفته. نکنید یه روز عراقی ها تو سر ما بزنن، نکنید یه روز افغان ها تو سر ما بزنن. از یکایی که تو میخوام بلند شید.